رئیس جمهور امامعلی رحمان در این جلسه با تنقید سخت کار مقامات انتظامی امر داده است که 10 نفر آنها برای بی‌صلاحیتی از کار رانده شوند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 19 انور گفت در جلسه شورای امنیت ملی کم سوادی و ناهوده برای مقامات در اجرای وظیفه رشوه‌خوری و قاچاق هروئین و افیون و تریاک مشغول شدن تعدادی از کارمندان دولتی قبول افراد نالایق به کار بررسی شده است. امامعلی رحمان به خصوص کار نیات‌های انتظامی در ختلان را سخت تنقید کرده به همانجا دستور داده است سرداران ریاست کارهای داخلی ختلان و 10 رهبر و معاونان آنها در ناحیه‌های ولایت از کار رانده شوند و به جای آنها افراد دیگر بیایند. ظاهراً حادثه‌های پر سر و صدای سال گذشته در ختلان و خصوص در کلاب سبب شده است که به یک بارگی تعداد زیادی رهبران منطقوی وزارت امور داخلی و دادستانی تنبیه بگیرند. یکی از این حادثه‌ها اعتراض 10 نفر ساکن کلاب بود که ماه ینور سال گذشته با طلب تحقیق عادلانه مرگ یک ساکن شهر که بعد بازداشت کارمندان ملی صفوتید تظاهرات کردند. در تاجیکستان گردهمایی اعتراضی ممنوع و یک حادثه نادر است. آتش زدن ماشین جمعه نظر سیدزاده دادستان واسع و سپس از مقامش راندن او خبر دیگری پر سر و صدا از ختلان بود. و اولی همین سال ماشین رئیس حزب خلقی دموکراتی در کلاب ترکید. تفتیش آن ادامه دارد و آن را کاری دستی افرادی تندرو می‌دانند. تنقید از کار نیات‌های قدرتی امنیتی و انتظامی در جلسه شورای امنیت ملی تاجیکستان در زمان صدا می‌دهد که شکایت‌ها از کار آنها در سال‌های اخیر و سرکوب جامعه مدنی از طرف آنها بیشتر و بیشتر می‌شود.